ورزشگاه پارس شیراز در اردیبهشت سال 96 به عنوان چهارمین استادیوم بزرگ ایران به بهره برداری رسید، اما به دلیل تعجیل در افتتاح و عدم تجهیز کامل اون سالها در گرد و غبار جنوب شیراز غایب بزرگ فوتبال ایران بود. اما این استادیوم بسیاری از استانداردهای لازم برای لیگ برتر رو نداشت و فرصت آماده سازی هم تنها حدود 3 ماه بود. حداقل به 1000 میلیارد تومان دیگه پول نیاز داشتیم. در همین راستا با طرح مولدسازی شهرداری شیراز به کمک اداره کل ورزش و جوانان فارس اومد تا پارس در فرصتی اندک آماده بشه. مصوبه هیئت وزیران که پروژه از ملی به استانی تبدیل بشه یکی از اتفاقات مهم برای این پروژه ملی بود. بازدیدهای متعددی انجام و مشخص شد سیستم‌های صوت و تصویر، اسکوبورد 4K، نورافکن‌ها، پیست تارتان، رختکن‌ها، سیستم آبرسانی، نیمکت مربیان، گیت‌های ورودی و مسیرهای ورودی تیم‌ها و بانوان از مهمترین نواقص این ورزشگاهه. فرایند و پروسه آماده سازی این ورزشگاه فرایند استثنایی بود که با توجه به محدودیت زمانی که وجود داشت و اشکالات اساسی که تو این ورزشگاه بود، با یک همدلی مثال زدنی مسئولین استان فارس پای کار اومدن تا اینکه در نهایت با نصب دستگاه‌های VAR کار به پایان رسید و سازمان لیگ در اواخر مرداد ماه ورزشگاه پارس شیراز رو به عنوان میزبان مسابقات تیم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر فوتبال معرفی کرد. انشالله در مجموعه پارس شیراز قطعا انجام خواهد شد. حالا ورزشگاه پارس به یکی از زیباترین و مجهزترین ورزشگاه‌های ایران مبدل شده و گزینه اصلی سازمان لیگ برای میزبانی از شهرآورد سرخابی‌های پایتخت در هفته 12 لیگ برتره. مجموعه پارس قابلیت برگزاری رویدادهای بزرگتری هم داره و حضور تماشاگران عزیز در این ورزشگاه و اینکه این ورزشگاه یکی از ورزشگاه‌های بین‌المللی و ملی ما هست، اگر که مکتوب به ما اعلام بکنن و قطعا میتونیم این میزبانی این رویداد بزرگ در رشته فوتبال باشیم. هرچند جلساتی در همین خصوص برگزار شده، اما سازمان لیگ هنوز به صورت رسمی میزبانی ورزشگاه پارس برای شهرآورد رو اعلام نکرده. با توجه و عنایت به راهنمودهای وزیر متنوع جوانان و جلساتی که در این زمینه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ظرف 2-3 روز اخیر برگزار شده و شرایط مثبتی که ورزشگاه پارس خوشبختانه داشته و آمادگی که داره، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دیشب جلسه‌ای رو با حضور مقامات زیرربط، همچنین نمایندگان محترم مجلس استان فارس جناب دکتر فروردین و سایر عزیزان داشتند. در این زمینه هماهنگی